سوال بعدی برادر گرامی ما که گفتن آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را به دست خود کشته از مشرکین و کفار یا خیر؟ در رابطه اول حدیثی را که امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما از ابی هریره رضی الله عنه روایت کردند و را بشنوید که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند اشتد غضب الله علی رجل یقتله رسول الله فی سبیل الله. سخت غضب الله عزوجل بالای آن کسی می آید که او را رسول الله در راه الله بکشه، یعنی در میدان جهاد به ضد پیامبر بخیزه و رسول الله علیه و سلم بخیزه و را بکشه. او بدترین انسانی لعنتی هست و انسانی هست که غضب الله عزوجل بالایش آمده. و در این رابطه بدانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط یک کافر کشته به دست خودش که او ابی ابن خلف هست. ابی ابن خلف را امام ابن جریر الطبری و همچنین حاکم نیسابوری از سعید بن مسیب و از زهری رحمت الله علیهما روایت کردند که و این قصه را نقل کردن و ابن کثیر میگه سندش هم صحیح هست که ابی ابن خلف را رسول الله علیه و سلم به دست خودش کشته و غیر ابی ابن خلف دیگه کسی را رسول الله علیه و سلم به دست خودش نکشته و این کافر بدبختترین کافر و مغضوب ترین کافر